سلام. امروز میخوام یکی از نرم افزارهای خیلی کاربردی رو معرفی کنم. AnyDesk. با این برنامه میتونی از راه دور با کامپیوترت وصل بشی و همه چیزو کنترل کنی. اول وارد سایت رسمی AnyDesk میشیم. اینجا دکمه دانلود رو میبینید. روش کلیک میکنیم تا فایل برنامه دانلود بشه. نکته مهم اینه که AnyDesk نسخه بدون نصب هم داره. یعنی فقط کافیه فایل رو اجرا کنید. وقتی فایل رو باز کنید برنامه مستقیم اجرا میشه و نیازی به نصب نداره. وقتی برنامه اجرا شد یک کد اتصال بهتون نشون میده. این کد رو میتونید به کسی بدید تا از راه دور به سیستمتون وصل بشه. خیلی سریع و راحت. پس اگه دنبال یه راه ساده برای کنترل کامپیوتر از راه دور هستی، AnyDesk یکی از بهترین گزینه هاست. برای آموزش‌های بیشتر همراه من باش. لایک و سابسکرایب یادت نره.